خله ایوا چی شده؟ نمیفهمم اصلا. اشکال نداره. ببین بچه ها هم اومدن. بیا اول با بچه ها سلام علیک کنیم. ندیدم. سلام بچه ها. حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خوش اومدید به آکادمی ما. اینجا آکادمی لبخنده. منم خاله محدثم. منم بگو خاله. بگم؟ بله شما بگو. منم اسمم جانانه. جانان قشنگم. خب حالا به من بگو ببینم چی شده جانم. آخ خاله من از اینا سر در نمیارم. اصلا نمیفهممشون. اشکال نداره. هر بچه‌ای یه روشی داره برای یاد گرفتنش. بله. میخوای با هم دیگه روش یادگیری تو رو پیدا کنی؟ یعنی منم میشه یاد بگیرم؟ بله مطمئنم که میتونی یاد بگیری. جون. خب هر بچه‌ای میتونه از یکی از این سه روش استفاده کنه جانم. بعضی از بچه‌ها روش یادگیریشون شنیداریه، یعنی گوش میدن. گوشتونو میکشن؟ نه، یعنی گوش میدن و میشنون. بعضیا دیداریه، یعنی با نگاه کردن، تمرکز کردن متوجه میشن. بعضی از بچه‌ها هم روش یادگیریشون حرکتیه. یه وقتایی هم این روش‌ها رو باید با هم دیگه قاطی پاتی کنیم تا یه چیزی رو یاد بگیریم. خاله گیج شدم. میشه بیشتر توضیح بدی؟ بله الان با هم دیگه یواش یواش پیش میریم. میخوام برات یه قصه‌ای تعریف کنم. جون. این قصه در مورد شهر اشکاله. مثل اینا خاله؟ بله دقیقاً همینا هم توی همین شهر زندگی میکنن. یکی از این شخصیتایی که توی اون شهر زندگی میکنه آقای مربعه. آقای مربع یه آقای چارشونه، خیلی هم مرتب و منظمه. همه چیش هم حساب کتاب داره، حتی ضلعاش هم حساب کتاب داره، باید همشون اندازه هم باشه. میبینی چقدر بامزه است؟ آقای مربع مثل پنجره خونه ها میمونه، مثل جعبه های کادو یا جعبه پیتزا مثلا. خب خانم دایره یه خانومیه که یوگا کار میکنه. آره همیشه هم اینجوری قلقلی و قل میخوره میره اون برام و انقدر یوگا کار کرده یا ژیمناستیک کار کرده کاملا انعطاف پذیر شده دیگه، میتونه قشنگ قلقلیه. یه آقای دیگه هم داریم، آقای مستطیل. آقای مستطیل عاشق کتاباست، به خاطر همینم خودش شبیه کتاباست، شبیه دفترچه ها، شبیه دفتر نقاشی مونه. قدش هم بلنده. اینقدی؟ آره بلنده. یه خانم دیگه هم داریم، خانم مثلث. خانم مثلث 3 گوشه و 3 تا گوشه های تیزی داره. این 4 تا اشکال هندسی با هم دیگه توی این شهر اشکال زندگی میکنن و خیلی زندگی خوبی دارن، با هم دوستن و هم کمک میکنن. وقتی میخوان یه چیزی رو بسازن کنار هم دیگه میرن قرار میگیرن که اونجا قشنگ بشه. مثلا تو خودت یه جعبه پیتزا رو فکر کن. ببین اولش مربعه، توش چیه؟ دایره. بعد تیکه تیکه هاشه که میخوایم برداریم چه شکلیه؟ مثلثیه. دقیقاً. بزن قدش. آفرین. عالی بود. خیلی خوب یاد گرفتم. خیلی خوب یاد گرفتی. حالا میخوایم بریم سراغ بعدی. گفتم چیه روش دوممون؟ روش دیداری. با چشمامون میبینیم. چشمای قشنگ. با چشمای قشنگمون. شما هم با چشمای قشنگتون نگاه کنید ببینید یه مثلث داریم، یه مربع داریم، یه مستطیل داریم و اینم دایرمون. حالا میخوام من بذارمش اینجا برای شما. من خصوصیاتشو میگم تو پیداشون کن. قبوله؟ باشه. شما هم کمکش کنید بچه ها. خب این خانومی که من میخوام راجبش حرف بزنم اینطوری گرده. خانم دایره است، همون که گفتم عاشق. قرمزه نیست؟ اونه که قلقلیه، میتونه قلقل بخوره. گفتم عاشق ژیمناستیک. سب کن این نیست خاله.
چرا رنگش رنگیه؟ آبی. آبیه. باریکلا شما هم پیدا کرده بودیم بچه ها. آفرین به شما. اسمش چی بود؟ دایره. فکر میکنی مثل چی؟ مثل تو، مثل خورشید، مثل خورشید خانم، مثل ماه. آره یه وقتایی ماه هم شبیه دایره است. باریکلا به تو. خب بریم سراغ بعدی. آقای مثلث. پیتزا. آره مثل برشای پیتزا میمونه. دقیقاً. خب ببینم میتونی پیداش کنی؟ اون خاله دستم نمیرسه. بله اسمش چی بود؟ مثلث. شما هم تونسته بودیم پیداش کنید؟ مثلث. خب 3 گوشه تیز داره درسته؟ حالا میخوام برم سراغ مستطیل. گفتم قدش بلنده و به شکل کتابه. مثل کتابه. بله دیگه چی؟ شب مامانم واسم کتاب میخونه. بله مثل درم میمونه. دیدی درام همشون همینجوری قدشون بلنده و لاغرن و 4 گوش. حالا ببینم دقت نکرده بودم تا حالا. دقت کن دفعه بعد که در رو دیدی. حالا نگاه کن ببینم پیداش میکنی. حالا شما اینه پیداش هاست میکنی؟ دیگه. بله نمونده. این درازتره اون کوچولوتره. اسمش چی بود؟ مستطیل. حالا این یکی چی پس؟ حالا که توی بلدی اینا ها بچه ها شما هم بگید اسمش چیه؟ حالا یه شکل پنجره. آره شکل درسته؟ پنجره ها بود. بله فکر کنم مربع دور زنقدش. خیلی خوب بلد بودی. باریکلا. حالا یه بازی دیگه هم میخوایم بکنیم. میشه روش سوممون. روش حرکتی. تو روش حرکتی. آره میخوایم حسابی بپر کنیم. میخوایم پاهامون رو تکون بدیم. شما هم آماده این؟ پس بریم سراغ روش حرکتی. بریم. خب جانم حالا بپر روی مثلث قرمز. خاله این هستش. اسمش چی بود؟ مثلث. باریکلا. حالا بپر روی مربع سبز. بپر 1 2 3. آفرین. اسمش چی بود؟ خاله گفتی دیگه نه مربع. باریکلا. حالا بپر روی مستطیل نارنجی. اینو دیگه بلدم. 1 2 نارنجی اومدم. باریکلا. اسمش چی بود؟ مستطیل. فکر میکنی دوباره بتونی بپری رو مربع؟ حالا دنده عقب برم؟ بله. چشم بسته. 1 2 3. آفرین مربع رو خوب پیدا کردی. حالا دایره آبی؟ خیلی دوره باید خیلی بپرم. 1 2 3. باریکلا. اینم دایره شبیه توپمه. دایره. بازم بپرم خاله؟ نه دیگه تموم شد. خیش خاله خیلی خوش گذشت. آره منم خیلی خوش گذشت. به شما چی بچه ها؟ به شما هم خوش گذشت؟ خب حالا ما چی یاد گرفتیم جانان جون امروز؟ خاله جونم ما 3 چیز یاد گرفتیم. ما یاد گرفتیم که میتونیم قشنگ گوش بدیم، یاد بگیریم، خوب نگاه کنیم، یاد بگیریم. اون یکی هم چی بود خاله؟ بپر. آفرین. بله یه روش دیگه هم داشتیم. روش حرکتی که میتونیم بپر کنیم و یاد بگیریم. پس یاد گرفتیم که فقط یه روش وجود نداره. وقتی روش خودمون رو پیدا کردیم میتونیم چیزا رو خیلی راحت تر یاد بگیریم. حالا آماده بریم سراغ درس بعدی؟ بله خاله من اومدم. چقدر عالی. خدا به بچه ها. خدافظ. شما رو خیلی زود ببینم. خدافظ.